ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон шахсан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири таҳкими пояҳои илму маърифат рушди соҳаи тандурустиро яке аз самтҳои асосии фаъолият дар сиясати худ қарор дода беҳтар намудани вазъи иҷтимоии кормандони соҳаи тиб ва мутахассисони ояндаро аз ҳадафҳои калидӣ маънидод менамояд. Ин аст ки дар фурсати кӯтоҳ дар маҳаллаи Хоруғи боло бинои хуштарҳу замонавии муассисаи таълимии давлатии коллеҷи тиббӣ барои 240 нафар донишҷӯ ва хобгоҳ барои 70 касро ба нақша гирифта дар арафаи 30-юмин солгарди استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان این انشاءات معاصر مورد بهره برداری قرار گرفت. بنا به طلبات‌های معاصر تعلیم و علم آموزی جوابگو بوده از 10 صنفخانه، اتاق‌های بیوشیمیا، فارماکولوژی، صنفخانه‌های کامپیوتری، کتابخانه، خوابگاه عبارت از 70 کت خواب، آشخانه و اتاق‌های فنی عبارت میباشد. این تحفه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان روح و روان آموزگاران و دانشجویان این بارگاه معرفت را باز هم بلند نموده در ضمیر این وارثان حقیقی سینا صداقت بی‌پایان و مهر و محبت بی‌اندازه به این کسب پرشرف را دوچند می‌گرداند. ما حال دانشجویان و آموزگاران کالج طبی که زیاده از 350 کس همینجا فعالیت کرده ایستاده ایم با پیشوای ملت اظهار سپاس میگوییم. با ساخت مورد بهره برداری قرار دادن مؤسسه تعلیمی دولتی کالج طبی بیش از 70% متخصصان ساحه طبی ولایت مختار کوهستان بدخشان با جای کار دائمی تامین گردیدند. حالا قسمت زیادی کارمندان کالج طبی را متخصصان جوان تشکیل نموده در تیار نمودن کادرهای بلند اختصاص سهم این آموزگاران جوان نظر است ارزیابی می‌گردد. امسال ما با ارزوی دیرینه خود رسیدیم که برای ما آموزگاران و دانشجویان یک بنای زمانوی که با معاصرترین تجهیزات جهازانیده شده است همچون تحفه تقدیم نمود. هر یک صنفخانه کالج طبی دارای تخته الکترونی و اشیاءهای معاصر تعلیم بوده دانشجویان امکانیت دارند به طور وسیع از شرایط‌های زمانوی مساعد ثمرناک استفاده نمایند. زیرا نقش و سهم کالج طبی شهر خروغ در تیار نمودن متخصصان سطح میانه مامادایه و همشیره‌های شفقت و داروساز به غایت کلان میباشد و جامعه امروزه از دانشجویان آینده این کالج طبی امید کلان دارند. بعد به استفاده دادن بنای نو معاصر دانشجویانی که از ناحیه‌های دوردست مملکت برای دانش اندوزی به کالج طبی شهر خروغ میآیند در داخل بنا با جای خواب نیز تامین خواهند گردید زیرا در آشیانه چهارم و پنجم خوابگاه برای 70 نفر پیش بینی گردیده است. با اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای ملت میnnatdاری خود را میرسانم که بنای زمانوی به ما تحفه کرده است. ما صاحب خوابگاه زمانوی گشتیم. سالهای پیش ما آمده در خانه‌های خش و تبار و خانه‌ها را اجاره میگرفتیم. حاضر باشند ما با خوابگاه زمانوی صاحب شدیم. در برابر افتتاح کالج طبی همچنین در داخل آشیانه یکم بنای مؤسسه تعلیمی دولتی کالج طبی مرکز سلامتی رقم دوم شهر خروغ که چندین سالها همچون اجاره نشین فعالیت داشتند جا داده شده است. مرکز سلامتی محله خروغ بالا برای 10,000 نفر اهالی این محله خدمت طبی به راه میماند که در برابر با استفاده دادن بنای تعلیمی و خوابگاه برای دانشجویان یک قسمت بنا در اختیار دکتران طبی عائلوی قرار داده شد. مرکز سلامتی محله خروغ بالا از 9 اتاق کاری، آزمایشگاه بیوشیمیایی و تحلیل خون، حجره به قیدگیری عبارت بوده 30 نفر متخصص صاحب تجربه همروزه در خدمت باشندگان این محله قرار دارند. باعث خوشنودی و سرفرازی همگان که امروز در محله خروغ بالا یک مرکز سلامتی و خدمت رسانی طبی صاحب شدیم. برای چنین مهربانی ها خدمت رسانی مرکز طبی را برای مردم دوچند می نماییم. در افتتاح بنای مؤسسه تعلیمی دولتی کالج طبی رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضف منتداری صمیمی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای غمخواری های پیوسته در سمت رشد انفراستراکچور موثر در مقیاس ولایت مختار کوهستان بدخشان بنیاد و مورد بهره برداری قرار دادن انشاءات تعینات گوناگون بیان نمود. ذکر شد که حکومت جمهوری تاجیکستان بر رشد ساحه تندرستی مملکت توجه خاصه ظاهر نموده. این ساحه افضلیتناک را در سیاست اجتماعی خود کلیدی معنی داد می نماید. افتتاح مؤسسه تعلیمی دولتی کالج طبی برای 240 نفر دانشجو محض غمخواری نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت متخصصان ورزیده از حساب نسل جوان ارزیابی می گردد. دانشجویان کالج طبی شهر خروغ همگان را باور کناندند که این بارگاه تعلیمی را با سر بلند ختم نموده همچون متخصص صاحب معلومات به خلق تاجیک صادقانه خدمت خواهند نمود. بنای مؤسسه تعلیمی دولتی کالج طبی دارای سیستم یگانه گرمدهی برقی بوده تمام اتاقها و صنفخانه‌های بنا را در فصل سرما گرم نگاه می‌دارد. این امکانیت می‌دهد که در فصل سرما بنای مذکور به یگان مشکلی فعالیت خود را به راه ماند.